این مسئله نشیم. یکی از دغدغه‌های پایانی حیات مبارک ایشان این مسئله بود. می‌فرمود که در حق من زیاده روی نکنید اونطور که مسیحیان در حق عیسی پسر مریم زیاده روی کردند. و این را بندگان الله بدانید که خاستگاه شرک در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت و در تاریخ انسانیت قبل از اسلام و داخل اسلام دو تا مسئله بوده که شرک ایجاد شده برای انسانهای مؤمن. اول محبت افراطی و دوم ترس افراطی. زمانی که در ابتدا مردم دچار شرک شدن در رابطه با 5 نفر انسان بسیار عالی مقام و عالی جناب بود. 5 نفر انسان عالی جناب و عالی مقام و ولی الله از جمله اولیاء الهی در بین مؤمنین بودند. ابلیس آمد و روی این 5 نفر تمرکز کرد و برنامه ریزی کرد و اذهان مؤمنین را منحرف کرد. آغاز این جریان هم از نقاشی بود. آمد و گفت که شما دلتنگ اینها هستید، وسوسه کرد مردم را و به آنها فهمان و در ذهن آنها انداخت که نقاشی این بزرگان را بکشید. شروع کردن به نقاشی کشیدن، بعداً مجسمه ساختن و بعداً هم تبرک جستن و در نهایت هم تبدیل به بت شدن و پرستیده شدن. زیاده روی در محبت رسول الله خودش اجازه نداد که این جریان در حیات خودش اتفاق بیفته. روزی از روزها از جایی عبور می‌فرمود، کنیزی ترانه می‌خواند، خوانندگی می‌کرد، اشعاری رو می‌خواند. صدای اون کنیز می‌آمد که در حق رسول الله داره میگه که در بین ما پیغمبری هست که می‌داند فردا چی می‌شود. رسول الله فرمود بایستید که مسئله مشکل دار است. ایشان اون کنیز را متوجه کرد که اگر من میدانستم که فردا چه میشود این همه مشقات و مصائب سر راه من قرار نمی گرفت. چرا چیزی که نیست میگویی؟ اجازه نمیداد. یک کسی آمد و در جمله ای که بیان کرده بود آمد و گفت که رسول الله و الله را در یک ضمیر خلاصه کرد، ضمیر مثنا را به کار برد. رسول الله مخالفت فرمود من در تراز الله قرار نمیگیرم. چرا اینجوری؟ چرا به این صورت؟ کسانی آمدن و گفتن که ما طلب شفاعت از تو میکنیم نزد الله و طلب شفاعت میکنیم از الله در نزد تو یا رسول الله. فرمود اینطوری نه، من نزد الله شفاعت میکنم، لکن کیست که الله نزد او شفاعت بکنه؟ اجازه نمیداد این چیزا اتفاق بیفته. ممکنه مراسماتی برقرار بشه، اشعاری خوانده بشه، کارهای اتفاق بیفته که این اشعار، این مراسمات در داخل این اتفاق، این مراسمات و اشعار و خوانندگی ها و گفتمان ها و کنفرانس ها و سخنرانی ها در حق رسول الله زیاده روی بشه. این درست نیست، این باید اصلاح بشه. منتهای منزلت یک بشر این است که او عبد الله باشد. عبد الله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اشهد ان لا اله الا الله